بچه حاضرید امروز یک جلسه بسیار شگفت‌انگیز پرحاصل و پرماجرایی که تمام آینده شما رو انشالله به مسیر زیبای دیگری خواهد برد با هم دیگه داشته باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. میخوام قبل از اینکه بحثم با شما شروع کنم، چون من سخنران نیستم و سخنرانی نمیکنم، اینو مطمئن باشید، بلکه برادری هستم امروز، شاید برای شما عزیزان دل من، برای شما جوانان مثل پدری هستم که دوست دارم امروز تو این جلسه که شگفت‌انگیزترین جلسه تاریخ زندگی توست و برای منم جلسه بی‌نظیری است، تو این جلسه سرنوشت تو تغییر میکند، زندگی تو تغییر میکنه. شعار نمیدم عزیزانی که تو همین جلسه نشستن و مثل خود همین لیدرها و رهبران توانمند و دلاور شما که با همین تکنولوژی فکر امروز تونستن این مجموعه زیبا رو اداره کنند و مدیریت کنند و برپا کنند، اونا خیلی خوب میدونن که من چه میگویم و چگونه واقعا جلسه الهی امروز میتونه دنیا و آخرت شما رو عالی کنه. اینجا سخنرانی نیست، من سخنران نیستم، اومدم تجربیات تمام زندگی خودم رو 61 سال عمر که سالهای زیادی شده در فقر و بدبختی و گدایی و ناتوانی و خلاصه اسرت زندگی کردم که حتی 9 نفر بچه، 9 نفر پدر و مادر بزرگ، 6 تا بچه توی اتاق اجاره 10 متری زندگی می‌کردیم. 3 بعدم تقریبا نون خالی می‌خوردیم. حتی من پدر مادر داشتم ولی دبستان یتیمان مثلا منو گذاشته بودند فقط به خاطر که زورای آش کشکی ما میدادن. دلشون خوش بود که علیرضاشون فرزند چهارمشون، پسر دومشون، زوران اون خالی نخوره. در این همچین شرایطی بزرگ شدم، درس خوندم، دبیرستان، به زحمت دانشگاه صنعتی شریف رتبه سر سوم کنکور ایران و در فقر مطلق که حتی تا یادم میاد که تا سال سوم دانشگاه صنعتی شریف هم حتی پول کافی برای اتوبوس نداشتم. خیلی کورس‌ها رو باید پیاده میرفتم میومدم و نمیدونی چقدر حسرت می‌خوردم تو سرمای زمستون و دلم میسوخت که مثلا چرا بعضی تو اتوبوس نشستن، بعضی هم دست میله تو اتوبوس توی سرمای زمستون بخار گرفته شیشه‌ها میتونن برن با اتوبوس، ولی من با یک کفش پاره‌پوره و دانشجو سال سوم دانشگاه شریف با یک کفش پاره‌پوره بعد 3 کورس اتوبوس رو بعد پیاده توی برف و سرما و زمستون بعد میرفتم تا میرسم خونه پام دیگه سر شده بود و قصه می‌خوردم که چرا من 2000 پول ندارم اتوبوس سوار شم. خیلی قصه خوردم، برای همین ماهی سرم ریخت همون موقع. ولی مهم نیست، میدونی چرا؟ و قصه‌م الان فقط اینه که چرا نمیدانستم که ممکنه اون روزا یک آینده رو میتونستم اگر ببینم که این آینده چگونه آینده است، ولی خب ندیدم. و اتفاقا تم سخن من امروز این هستش که شما در هر شرایطی الان دارین زندگی میکنید یک آینده رو همین امروز به عنوان ویژن خودت ببینی. ولی به هر حال چه شد؟ هیچی، درسمون تموم شد، انقلاب شد، مهندس شدیم، رفتیم استرا و سیما. 6 سال خبرنگار استرا و سیما بودم، مرتب در جبهه‌های جنگ. اولین خبرنگار بودم که وارد خرمشهر شدم، لحظه‌های آزادی خرمشهر من لحظه به لحظه اعلام می‌کردم. به هر حال خبری نبود تا اینکه ما 7000 تومان حقوق می‌رفتیم با یه دختری که اونم دانش فارغ التحصیل شهید بهشتی بود، ازدواج کرده بودیم و دو تا اردک، یه بچه اردک هم خدا به ما داده بود به نام فاطمه. یه موتور کهنه هوندا داشتم، باش میرفتم و میومدم. تمام دنیای من این بود، تمام زندگی ما این بود. حتی شب‌ها میشستیم با همسرم بحث‌های علمی می‌کردیم، چون اونم واقعا از دانشگاه خوب فارغ التحصیل شده بود، منم از دانشگاه خوب فارغ التحصیل شده بودم. شب‌ها میشستیم با هم بحث‌های علمی می‌کردیم و مثلا من میگفتم خانم کپون مرغ نوبت دوم کی میدن؟ ایشون میگفت سه شنبه. من با موتور بیام برم کپونم بگیرم. این تمام دنیای ما بود، تمام ویژن ما، تمام هدف ما، تمام آینده ما بود که بتونیم خلاص این امورات رو بگذرونیم و خلاص این فاطمه رو بزرگ کنیم، خلاص این زندگی رو ادامه بدیم. و خدا میداند که نمیدونم چه میشد اگر این روال ادامه پیدا میکرد. من الان کی بودم؟ شاید کارمند بازنشسته استرا و سیما و نمیدونم وای چندرغاز. ولی یک روزی در هفتم مثلا دی ماه یک سالی همون موقع یک اتفاق تو زندگی من افتاد در ساعت 5 بعد از ظهر. این سمبولیک میگم که شما خیلی خوب احساس کنید که اگر میگم من سخنرانی نمیخوام برای شما بکنم چی میخوام بگم. یک اتفاقی افتاد. تو رو خدا بچه‌ها خیلی خوب گوش کنید، عزیزانی که اونجا بالا ایستاده اید، حتی جامعه‌ای بشینید، عاشقانه گوش کنید، برای که این بهترین صف زندگی است که توش وایسادی میشم. خیلی مهمه، چون من تو صف زیاد وایسادم، صف کپون ها، صف یارانه ها اون زمانا. این چی میخوام به شما بگم؟
خیلی جالبه. خدا میدونه چه احساسی. ای خدای رزاق و کریم، تو شاهد باش که چه احساس قشنگی امروز دارم و میدانم که جلسه الهی امروز سرنوشت تک تک شما رو عوض خواهد کرد به اذن خداوند و با اراده شما، با باورهای قشنگ شما، با تصمیم شما. خلاصه کتابی به دست من رسید به نام Think and Grow Rich. فکر کنید و به تمام ثروت‌های زندگی برسید. من باور نکردم. گفتم میشه فکر کرده ثروتمند شد؟ بعد یه ما بری تو سراسیما کار کنی 7 تومن اگه پسر خوبی باشی 7 تومن بهت بدن. وگرنه همونم نداری. باورهای من این گونه بود. می‌خواستم کتاب رو نخونم. یه وقتی بدنم میره از وقتی یادش میافتم خودم میگم کتاب رو نمیخوندم، اگر این سمینار رو نمیمدم چی میشد؟ خلاصه خوندم کتاب رو و نمیدونم این کتاب در من چه کرد. چون امیدوارم شما ورژن فارسی این کتاب، اون کتاب انگلیسی بود، اون موقع من انگلیسیم خوب بود خوندم، ورژن فارسی این کتاب حتما بخونید. نمیدونین که این کتاب چه کرد. به من گفت علیرضا کی گفته تو محکوم به سرنوشتی؟ کی گفته فقط 7000 تومان؟ کی گفته موتور قرازه؟ کی گفته خجالت زن و بچه؟ کی گفته تو میتونی بلند شی برید؟ چون آرزوم بود برم درس بخونم، دکترا فوق دکترا بگیرم، آرزوم بود، ولی اون زمانا نبود تو ایران. بعد میرفتی خارج. منم تا ترکیه هم نمیتونستم با این 7 تومن برم که تازه بعد با این 7 تومن خرج پدر مادر پیر میدادم به برادر خواهرام، تازه کمک میکردم. نمیدونی چه از نظر مالی چه فاجعه ای بود و چه دست پایی من میذارم، چیکار میکردم. تمام دنیای من فقط تو 7000 تومن خلاصه میشد. این تمام نگاه من بود و تمام حد تصور من بود که دنیای من با 7000 تومن. خب تا اینکه این کتاب نمیدونی خلاصه چه کرد و من گفت کی گفته تو میتونی بلند شی بری از بهترین دانشگاه دنیا فوق دکترا بگیری برگردی ملت ایران خدمت کنی و اگر نمیکنی وای بر اندیشه‌هایت، وای بر باورهایت، وای بر نگاه غلطت و این گونه. آنچنان من تکون داد که امیدوارم امشب این برادر کوچک تو رو اینجوری تکونت بده. اگرچه الحمدلله رب العالمین زندگی فرد شما به مراتب عالی‌تر از زندگی اون دنیا اون روزهای من بود، ولی مهم نیست که از کجا اومدی، مهم نیست که الان کی هستی، مهم این است که الان کجا می‌خوای بری. تمام بحث الهی امشب ما راجع مقطعی است به نام آینده تو. آینده‌ای که میخوام شگفت انگیز زندگی کنی، ثروت حلال در بیاری، خجالت زن و بچه نکشی، هیچی، ببرشون در بهترین رستوران‌های دنیا، هر غذایی میخوان بخورن، هر لذتی میخوان بخرن، تو به عنوان پدر یا مادر بر تخت سلطنت بر اریکه قدرت بنشینی و کیف کنی که چه زندگی پرحاصلی داشتی. میخوام بگم داستان امشب داستان است. این رمز و رازها رو من براتون بگم و بگم که آقا چی شد که این گونه. بعد رفتم در امریکا، یعنی فرداش اتفاقاتی تو زندگی میافتاد که اصلا باورم نمیشد. پیشنهادایی میشد که اصلا تو اون 6 سال سلاس ما این پیشنهادا اصلا نبود. خدا میدونه وقتی که نشستم همون شب به عنوان شب قدری نوشتم که من تو این دنیا چی میخوام، بالاخره رسالتم تو این دنیا چیه، کجا میخوام برم، چی میخوام، چه کارهایی باید بکنم، چه دستاوردهایی باید بهش برسم. نمیدونی از فردا چه اتفاقات تو زندگی میافتاد، چه پیشنهادایی، چه برنامه‌ای. ظرف 2 سال به یک ثروت حلالی رسیدم. بلند شدم با همسر علاوه بر اینکه 700 متر خونه تو شهر غرب تهران ساختم، باید بلند نرفتم تو خونه، از همون آپارتمان 60 متری قرازه پرواز کردیم رفتیم در امریکا. هر دو فوق لیسانس، دکترا، فوق دکترا، دو تا دانشمند شدیم، دو تا استاد دانشگاه امریکا شدیم. سالها درس دادم، به 50 کشور دنیا سفر کردم. بعد از 12 سال به ایران اومدم. کتابی که به زبان انگلیسی نوشتم آنچنان مورد استقبال مکروهیل و دنیا قرار گرفت که خودشون برشن به عربی و چینی. امروز 1 میلیارد و 500 میلیون نفر از مردمان چین میتونن کتاب همون کارمند قرازه سراسیما رو بخونن. خیلی جالبه. الله اکبر. این که میگم قرازه بخش خودم میگم، کارمندا مقدمن، مقدسن، خیلی هم عالیان. تمام پیام من اینه که حتی اگر تو کارمندی تفکر کارمندی نداشته باش. تفکر کارمندی زندگی کارمندی رو مکروه میکنه. تفکر الهی ثروت آفرین داشته باش که در کنار کار ادارت هم بتونی پول در بیاری. و من تمام این پولا رو در کنار کار اداره درآوردم. فکر نکن تو این 2 سال که تو ایران بودم، نه همین کار سلاسیما هم داشتم، کارمند، ولی دیگه کارمندی فکر نکردم، به 7000 تومان فکر نکردم، به میلیون فکر کردم که همینم درآوردم. زیرا انسان ها به هر چه فکر کنند میتونن همون خلق کنن. این دنیای که انسان است. امروز سوالم از تو اینه، خواهر و برادر خوبم، همطور که عرض کردم جریان الهی امشب برای فرد شما جریان اومدن به جلسه نتورک و سخنرانی این داستان ها نیست. و خدا رو شاهد میگیرم که شما رو مثل فاطمه ها و مهدی های خودم میبینم که برای پسر و دخترای خودم دارم صحبت میکنم و دوست دارم تمام اساره تمام تجربیات امشب برات بگم
و بگم که چگونه میتونی ثروت میلیاردر بشی، چگونه میتونی کتاب‌ها بنویسی، چگونه میتونی بلنش یه روز بیای در همین سالن برای مردمان ایران سخنرانی کنی. و این دنیای قشنگ توست. این باید ویژن تو باشه و این باید آینده تو باشه. اولین چیزی که می‌خوام ازت بپرسم این هستش که امشب چرا اینجا اومدی و دنبال چی هستی؟ امشب دنبال چی هستی؟ میخوام بهت بگم که جریان این جلسه طراحی یک زندگی بسیار شگفت‌انگیز پرحاصلی است به نام آینده تو. اما به خاطر یه روزی تو به دنیا آمدی، زندگی کردی تا امروز ساعت 5 بعد از ظهر. خب این میشه گذشته تو که برای هزینه بود در کفت رفت، نبودم که بهش فکر کنی. هر جا شکستی داشتی، هر جا اشتباهی کردی، هر جا فقیر بودی، هر جا پول کم در آوردی، مهم نیست. اما یک مقطعی به نام آینده منتظر توست. پس جریان الهی امشب راجع به چیه؟ آینده تو. بگو آینده من. نه شد. نه بگو آینده من. آفرین، خوشحال شدم. آینده تو. این آینده تو از الان شروع میشه تا اون لحظه که با آغوش خدا بروی. میخوام یه سوال ازت بکنم، چون تمام آینده های شما را تصمیمات امشب تو میسازد. لذا مهمه که امشب تو چجوری فکر کنی، مهمه که امشب تو چی بخوای، مهمه که امشب چه ویژنی داشته باشی، مهمه که امشب چگونه خود رو با قانونمندی های جهان هستی همراه کنی و به عنوان یک فروشنده در بازار زندگی اول متاع وجودت رو به عنوان یک لیدر و یک رهبر پرزنت کنی و عرضه کنی و بعد قشنگترین آینده رو بسازی. امشب خیلی مهمه، امروز خیلی مهمه. امروز همون روزی که اون کتاب به دست من رسید و خدای رزاق و رحمان برای هدایت تو امشب یک کتاب ناطقی را به نزد تو فرستاده است. میخوام برات باز کنم و بخونم که این کتاب چه میگوید و تو چگونه باید به گونه دیگر بیاندیشی تا به گونه دیگر قشنگترین آینده رو بسازی. برای اینکه خوب احساس منو الحمدلله رب العالمین. بچه‌ها از همتون ممنونم که عاشقانه دارید گوش میکنید. بدنم داره میلرزه، هیجان دارم. میدونم که تک تک این جملات، تک تک این اسلایدها میلیون دلاریه و دنیا شما رو قشنگ میکنه. شما از امریکا و اروپا و ژاپن و همه جا سر در میارید. میدونی مثل من که میرفتم تمام دنیا با پول حلالم همه دنیا رو گشتم، برای که دیگه من به 7000 تومان فکر نمی‌کردم، به چیز دیگه ای فکر می‌کردم. زیرا انسانی فردا به دست آوردی میرسد، انسانی فردا به دست آوردی میرسد که امروز رویایی در سر داشته باشد. امشب شب تکوین نطفه آینده توست. امشب شب طراحی آینده توست. امشب شب هدفگذاری است در زندگی تو. امشب شب قدر است، 7 دی ماه سال 1393 و ما ادراک ما لیلة القدر. و تو چه میدانی که شب قدر چی بود؟ و تو چه میدانی که اون شب من بعد از خوندن اون کتاب هر تصمیمم محقق شد و هذا من فضل ربی، که اگر اون کتاب نبود، این سمینار نبود، نمیدونم چه اتفاقی تو زندگی من میافتاد. و من امروز به عنوان که از افراد ثروتمند ایران، دانشمند ایران، آینده های شما رو دارم میبینم. برای اینکه کاملا امشب عین یک مهندس طراحی نشستی پشت میز طراحی و میخوای یک آینده رو قشنگ طراحی کنی و خدا رو شاهد میگیرم هر لحظه امشب تمام آینده‌های تو رو میسازه. و چقدر امشب شب مقدس و مهمی است، سخنرانی نیست. نشستی پشت میز طراحی زندگیت و خدا و رضا و تمام کائنات هم همه مراقب تو هستن که کمکت بکنن تا اتفاق بیفته، همونطوری کمک من کردن که اتفاق بیفته. میخوام از همه شما خواهش کنم که اگرچه شما جوانید همتون و تصور 70 سالگی براتون یه خورده سخته، برای من راحته، من 9 سال دیگه میشم 70 سال. ولی میخوام یه خواهش از همه شما بکنم. بچه‌ها گوش به من بکنید، عمل کنید، کار داریم با شما امشب. میخوام قشنگ طراحی کنیم یک آینده رو و خلقش کنیم، شعار نه. از همه شما میخوام تقاضا کنم که لایف و زندگی خودتون رو فوروارد کنید، تون برید برسید به سن 70 سالگی. تصور کن قشنگ الان چند سالته؟ بلند بگو 70 سال. الان چند سالته؟ چه خوشم بیاد خانوما برای چه رشادتی میگه 70 ساله. خیلی جالبه. معلومه چقدر به حرفم گوش میکنید. بارکالله. خب لطفاً گوش کنید. سوالم ازت اینه، تو در سن 70 سالگی امروز من بگو کی هستی؟ چی بلدی؟ چه علمی داری؟ چه مدرکی داری؟ چه تحصیلاتی داری؟ چه پولی داری؟ چه خانه‌ای داری؟ چه شرایطی داری؟ در حالی که همسر، فرزند، نوه، نتیجه همه چی هم داری. الان مثل الان نیست، همه چی داری. سوالم ازت اینه که تو در سن 70 سالگی چگونه انسانی هستی؟ مثلا میتونی یه آدمی باشی که یه آب باریشه‌ای داشته یه عمر
حالا به 70 سالگی رسید، حالا دختر داره، پسر داره، عروس داره، دوماد داره، نوه داره، نچه داره. نمیتونه یه جمعه این داره دعوت کنه بیاد خونه‌شون، همشون به راحتی و بدون دغدغه پذیرایی کنه چون پول نداره. 70 سالشه، یه عمر طی کرده. چقدر غم انگیزه نه؟ خجالت. دخترها و عروسا و دومادا همه نمیتونن، بابا نمیتونه، مامان نمیتونه. ملاحظه کنیم نریم خونه‌شون. یا اینکه در سن 70 سالگی که از امروز طراحی کردی که چه بکنی، به نقطه‌ای رسیدی که در سن 70 سالگی از نظر علمت، معنویت، تقوایت، پولت، ثروتت، اتومبیلت، ویلایت، خانه‌ات بر تخت پادشاهی نشسته ای. اینک یا ملکه‌ای هستی در این خانه، در این کاخ زندگی. اینک دخترات، پسرات، عروسات، دومادات اومدن خونه‌ات، اومدن ویلات، بخورن، بریزن، بپاشن، کیف کنن، با اتومبیل‌های قشنگی بیان خونه تو که همه اتومبیلات تو براشون خریدی. آره. خب حالا سوال، دو جور میتونی زندگی کنی. میتونی همین روال، مثل من یه کارمند بودم مثلا، یا هر کسی روال ادامه بده تا همچه میدونم نیومده باشه، برسی 70 سالمه. یه جمله بگم که خود بدنت بلرزه. حضرت رسول صلوات الله وسلامه علیه میفرماد که الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، که مردم تو این دنیا، تو این مشهد، تو این شمال جنوب خوابند، وقتی میمیرن یهو از خواب برمیخیزن. چه کارا میتونستم بکنم؟ میتونستم برم پول در بیارم، میتونستم برم این کار بکنم تو بازار، این ور نتورک، چه کارایی میتونستم بکنم ولی نکردم، خواب بودم، غافل بودم. و وقتی از خواب بلند میشی که دیگه فایده ای نداره، فرصت رو تموم شد. میدونی چی میخوام بگم؟ یکی از دلایلی که من امشب خیلی هیجان دارم چون تو مو میبینی و من پیچشم. میدونی من با این تجربیاتم پیچش، یعنی دارم میبینم تو کجا داری میری. لذا برای همین هیجان زدم، به خاطر اینکه جلسه الهی امشب در 7 دی ماه سال 1393 تو را از خواب بیدار میکند قبل از اینکه بمیری و از خواب بیدار شوی. خیلی جالبه مگه نه؟ خیلی جالبه مگه نه؟ بنابراین حالا بلند شدی، لطفا حالا برگرد به سن الان خودت از 70 سالگی. حالا من لطفا جواب بده، فاصله این سنه که این سالته تا 70 سالته، سوالم ازت اینه چگونه میخوای بگذرونی که در سن 70 سالگی انسان ثروتمند، دانشمند، توانمند، مؤمن، عاشقی باشی که کیف کنی وقتی میان خونت، بریزن بپاشن بخورن تو لذت ببری و حتی بهشون کمکشون کنی، تربیتشون کنی، به خارج بفرستین بچه‌ها نوارن. اصلا نمیدونی یه چه خورشیدی هستی برای کل فامیل، برای خانواده. نمیدونی چقدر قشنگ است انسانی که میدرخشد و موفق میشود و یک زندگی پرحاصلی را خلق میکند، چون اساسش باید امشب اتفاق میفته. خب حالا داستان اینه که میخوام ببینیم که از الان تا 70 سالگی چی کار کنیم که وقتی به اون نقطه رسیدیم اول امشب بیدار شیم، همه صبر نکنیم وقتی مردیم از خواب بیدار شیم، یا حتی در سن 70 سالگی که من چرا الان تو 70 سال زندگی کردم هیچی ندارم، خجالت این اون خیلی بده. میدونی چون من خجالت زن بچه رو شاید شما متوجه نباشید ولی من خیلی خوب متوجه هستم. کارمند سراسیما بودم، ما 7000 تومان حقوق میگرفتم، همش هم تو جبهه ها این ور اون ور بودم. این 7000 تومان بعد تقسیم می‌کردم بین پدر مادر و خانواده و همه چی، قسط و برق و کپون. و باورت نمیشه که نمیتونستم برای زن تازه عروسم واقعا درست مثل آدم ببرم بهش یه چادر براش بخرم، به خدا نمیتونستم. همه نگران بدهی‌ها، قرضا، قسطا. یا حتی اگر یه وقتی مثلا میوردم خانم رستوران چلو کبابی، چه رستوران کرد چلو کبابی، اینقدر در قبلش، شب قبلش یا فردا صبحش، اینقدر در گوش این خانومم که اونم لیسانس دانشگاه شهید بهشت بود، اینقدر اندر باب چلو کباب کوبیده سخن میگفتم که نبادا در اون موقع رفتن ظهر به چلو کبابی چلو کباب برگ سفارش بدم، چون من پول نداشتم برای چلو کباب برگ. مسخره نیست؟ مسخره نیست؟ تو خدا آقای مقدم مسخره نیست؟ میدونم میگم که یعنی چی؟ چلو کباب کوبیده من برگ چقدر اختلاف داره؟ من نداشتم. میدونی
نداشتم. برای همین میفهمم خجالت زن بچه یعنی چی. شاید شما متوجه نشید میگم عروس میاد دوماد میاد تو متوجه خجالت میکشی. خیلی بده، فقر خیلی بده. برای همین پیامبر فرمود الفقر سواد الوجه فی دارین، فقر عامل روسیاهی انسان در دنیا و آخرت. نباید فقیرانه زندگی کنید تو دنیا، تو عرض واسه خدا. شما که الان میبینید که چگونه با یه تلاش بیشتر، با یه آموزش بهتر، چگونه میتونید تو این عرض واسه خدا پول در بیاری، محصول بفروشی، میدونی نیاز انسان ها رو برآورده کنی و تو کیف کنی، پول در بیاری و تو محکوم به سرنوشتی، محکوم به چندرغازی، هر چی بیشتر تلاش کنی، هر چی بیشتر انسان ها رو سخن بگویی، پرزنت کنی، حرف بزنی، انسان ها رو به دایره دنیای خودت بیاری، چگونه میتونی ثروتمندتر بشی؟ تو خدا حیف نیست که فقیرانه زندگی کنی؟ حالا من بحثم برای شما اینه که میخوام به شما مسئولیت مسئله رو ساده‌تر کنم. میخوام به شما ازتون خواهش کنم که بچه بیایید از امروز که 7 دی ماه سال 93 هستش 3 ماه به خودتون فرصت بدید. 3 ماه تا برسید به 7 فروردین سال 1394 و تو رو به خدا قسم امشب در محضر خدا تصمیم میگیری خدای رزاق من سال 94مو شگفت انگیزترین سال زندگیم میکنم. به خدا میتونی بکنی، به خدا میتونی بکنی. بنابراین هدف اینه که درست مثل یک ممتاز الکی که یک سال شگفت انگیز نمیشه که، میدونی هر که تابوت خواهد جور هندوستان کشد، بهش رو به بهانه ندن، به بها بدن. میخوام بهاش تو این 3 ماه پرداخت کنی باشه. میخوام برات یه برنامه زیبایی برات بذارم تو این 3 ماه از امروز تا 7 عید و بعد یه مرتبه یعنی درست مثل هواپیمای زندگی وجودت که درست 3 ماه میخواد رو باند زندگی حرکت کنه تو این سال 93 7 سال 94 که اول ساله پرواز کنه به آسمان قشنگ زندگی و زیباترین سفر زندگی تو سال آینده خلق کنه در طی 365 روز مثلا. موافقی؟ لطفا با من بیا جلو، کار دارم. من فکر نکن دارم تو سخنرانی میکنم، دارم دیزاین میکنم، مثل مهندس طراح، رشتم مهندسی، دارم طراحی میکنم سیستم زندگی رو. با من بیا جلو و گوش کن برفون چه اتفاقاتی میفته. تو وقتی که ذهنت یه جور دیگه میشه، فکرت یه جور دیگه میشه، باورات یه جور دیگه میشه، امیدت یه جور دیگه میشه، نگاهت یه جور دیگه میشه، ویژنت یه جور دیگه میشه، هدفهای برای خودت تعیین میکنی، تمام کائنات خدا با تو گونه دیگری عمل میکنن که اونا اتفاق بیفته. طبق قانون جذب همتون بلدید. برای همینه میخوام ذهنت درگیر چندرغاز و آب‌باریکه و امروز فردا نباشه. میخوام ذهنت بفرستی پرنده اندیشت به سال 94 که اولین سالی است که میخوای ان شاء الله به سوی 70 سالگی بروی. ولی انسانی در دنیای از فهم و درک و درایت و ویژن و میشن و همه چیز. بنابراین قصه جلسه الهی امشب اینه که میخوام همگی آماده باشیم به عنوان یک لیدر، به عنوان یک رهبر زندگی قشنگترین آینده رو در سال 94 خلق کنیم و خوب زندگی کردن را به معنای واقعی کلمه در سال 94 تجربه کنیم تا سال 95 سالهای بعد را به مراتب بهتر از سال 94 زندگی کنیم، برسیم به تخت پادشاهی در 70 سالگی. قبول داری؟ لذا سال 94 برای شما یک تجربه شگفت انگیز زندگی است و میتونه به شما این امید بده اگر سال 94 من این شد، حالا سال 95 چیکار میکنم؟ میدونید چرا بچه‌ها؟ همه داستان انسان ها که نمیتونن بپذیرن یک ثروت خوب را، یک اتومبیل قشنگ را، یک آینده دلانگیز را، یک بهشت زیبا را، برای که اینا باور ندارن، نمیتونن تجسم کنن، نمیتونن ببینن. از اونجا که انسان ها به چیزی میتونن برسن که از قبل آن را دیده باشند و چون نمیتوانن ببینن به خاطر باورش ندارن، نمیتوانن خلق کنن. گرفتی؟ پس داستانی دقیقاً میخوام یه مهندسی کنیم، میخوام ذهن خودمون باز کنیم، میخوام همسو بشیم با قانونمندی‌های جهان هستی، میخوام بتوانیم ببینیم که چگونه میتوان در سن 70 سالگی یک انسان میلیاردر ثروتمند دانشمندی که چی فقط هم میلیاردر برای خودش نبود، سفره ها پهن کرد، انسان ها رو آموزش داد، لیدری بود، رهبری بود، منشأ اثر بود، ایران رو متحول کرد. این رو میخوام در آینده خودت ببینی، نه که فقط یادم ثروتمندی بشی در سن 70 سالگی صحبت که چی بشه مثلا. نه، میدونی میخوام در سن 70 سالگی بگی خدایا من چه کردم تا حالا، به چه دستاوردهایی رسیدم، چقدر منشأ اثر بودم، چگونه انسان‌ها رو رهبری و زعامت کردم، چگونه سفره‌ها پهن کردم، چگونه جوانان ایران را از اعتیاد و بدبختی و فقر و بیچارگی نجات دادم و چگونه به اونها انگیزه دادم، آموزششون دادم، یادشون دادم که اونها هم برن کار کنن، با اونها بیاورد. دوست دارم که امشب از تو رهبری ساخته شود که
رهبر تربیت میکند. نه فقط یه آدم ثروتمند. میگفتم تو می‌بینی من پیش مو به خاطر که داستان ثروت در سن 70 سالگی که بر تخت پادشاهی بنشینی و این گونه به عنوان یک انسانی که همه عمر عالی زندگی کردی، پرحاصل زندگی کردی، نمیخوام فقط در بعد مالی بدرخشی. میدونی پیامبر فرمود خیر الناس انفعهم للناس، بهترین شما کسانی هستین که بیشتر از همه خیرتون به بقیه رسیده باشد. میخوام در سن 70 سالگی زیباترین احساس و باور از خود داشته باشی خدایا چه کردم، خدایا چه کردم، چگونه انسان‌ها رو لیدر بودم، چگونه انسان‌ها رو رهبری کردم، چگونه انسان‌ها رو آموزش دادم، چگونه سفره پهن کردم، چگونه جوانان ایران رو هدایت کردم. این احساس میخوام داشته باشی. داستان جلسه الهی امشب فقط پول تو نیست، چون قضیه ثروت یک بودش، میدونی یک بودش پول است، بعد ابعاد دیگری دارد. هر دستاوردی در زندگی تو که معادل کلمه رزق است، مثل آرامش، مثل سلامتی، مثل تقوا، مثل آغوش محبوب، مثل فرزند صالح، تمام اینا مصادیق ثروته. و جلسه الهی امشب تو رو ثروتمندت میکنه، نه فقط در بعد مادی. حالا ما ظاهرا فعلا بعد مادی رو میگیریم چون که الان کار تو داستان فروش است. میخوام به عبارت دیگر امشب پارادایم تو رو عوض کنیم. یک پارادایم شیفت شگفت انگیز بی‌نظیر دیجیتالی، کوانتومی، اصلا تو نمیدونی یا آدم دیگه امشب از این در بیره بیرون، اصلا ببری. الهی که واقعا میدونی بچه‌ها، به خدای رحمان قسم، من وقتی به قانونمندی های جهان هستی نگاه میکنم میگم خدایا که بودم و که شدم، چه داشتم و حال چه دارم. و وقتی که یک کتابی در 7 دی ماهی این گونه مرا متحول کرد که تمام زمین و زمان به من سلام کرد و تعظیم کرد و همه چی بر من درست شد، مشتری ها آمدن، پروژه ها آمدن، اسکناس ها، اتومبیل ها، همه چی اومدن. میدونی میگم خدایا پس بقیه مردم ایران چه میکنن؟ چرا نمیدونن اینا رو؟ میدونی وقتی تو تغییر میکنی زندگی تغییر میکنه، وقتی اندیشه‌ات تغییر میکنه همه چیز در دنیا تو تغییر میکنه. چرا امشب تصمیم نگیری؟ چرا امشب تغییر نکنی؟ چرا امشب آیندهت نبینی؟ چرا ویژن زیبایی نداشته باشی؟ چرا یه آدم دیگه نشی؟ ولی داستان این است که اگر میخوای در 70 سالگی یک انسان شگفت‌انگیز بی‌نظیر ثروتمند دانشمند منشأ اثری باشی، تو باید شخصا تغییر کنی. زیرا که این قانون زندگی است که مثلا اگر تو الان تو این سن انسانگی این هستی، این آدم هستی و این رو داری تو زندگی، که رابطه مستقیم وجود دارد بین تو و زندگیت، حالا اگر دلت بخواد در سن 70 سالگی به دنیا از دست آوردها برسی که قبلا نداشتی، باید به انسانی تبدیل شوی که قبلا نبودی. دوباره میگم اگر دلت بخواد در آینده فرق نمیکنه، چه در سال 94 چه در سن 7 سال دیگه چه 70 سال دیگه فرق نمیکنه، چه در سن 70 سالگی، اگر دلت میخواد در آینده به دست آوردهایی برسی که قبلا نداشتی، باید به انسانی تبدیل بشوی که قبلا نبودی. و این پرده برمی‌دارد از راز آموزش و یاد گرفتن و ترین شدن و بزرگ شدن و تغییر پارادایم ها و تغییر شخصیت، تغییر یعنی آدم دیگری شدن تا بتواند یه زندگی دیگری را خلق کنه. برای که همیشه یک زندگی بهتر را یک انسان بهتر خلق می‌کند، یک زندگی شگفت‌انگیز را یک انسان شگفت‌انگیز خلق می‌کند. لذا تا تو تغییر نکنی زندگی تغییر نمی‌کنه. برای همین این 3 ماه اول سال برای این 3 ماه آخر سال برات گذاشتم سال تغییر تو، سال آموزش تو، سالی که سرعت بگیری تا بتوانی تیک آف کنی و قشنگترین زندگی در سال 94 خلق کنی. همتون حاضرین بچه‌ها؟ درود بر شما. پیامم بهتون رسید نه؟ حالا 3 ماه وقت داری که این 3 ماهی است که در واقع برای خودت بری 3 ماه بزرگ شدن من، 3 ماه آموزش من، 3 ماهی که تمام قانونمندی های خلق ثروت حلال رو در سال 94 یاد بگیری و من یاد دیدم، نگران نباش. میخوام این 3 ماه با هم ارتباط داشته باشیم. حالا ببینیم چگونه. میخوام با هم رفیق باشیم، میخوام با هم حرف بزنیم، میخوام با هم ایمیل بدیم، میخوام با هم زنگ بزنیم. میخوام در کنارتون باشم تو این 3 ماه. تا ببین که خدایا سال 94 اصلا نمیدونی که همه چی یه جور دیگه داره میشه. که پیشنهادهای، پروژه‌های، برنامه‌های اصلا به جای که تو مشتری رو فالو کنی اصلا دیوانه‌وار تو رو فالو میکنن، دنبالت میکنن. تو خدا این چیه ماجراش؟ به من بگو منم بخرم. به خدا. پس بنابراین گوش کن. پس بنابراین داستان جلسه الهی امشب ما داستان برنامه‌ریزی برای این 3 ماه زندگیته. خیلی جالبه.
میدونید بچه‌ها گوش کنید، اگر شما ان شاءالله چون من همه شما رو من صحبت می‌کردم با آقای فتوحی برادر عزیزمون و دو تا برادر دیگه‌مون، من هدفم کلا اینه که تک تک شما رو ان شاءالله به اذن خداوند بذارمتون تو پارادایم رهبری لیدر. حالا میگم چرا. حتی اگر امروز تازه شروع کردی، ولی اگر خدا رو رهبر بدانی، برای که خداوند امروز میدونی بر هر انسانی که میآفریند او را رهبر آفریده است. گوش کن، مهمه. و به عبارت دیگر در دل هر پیروی، در وجود هر انسانی، در درون هر انسانی یک رهبر بزرگی زندانی است. تو باید بندها رو پاره کنی و رهبر بیاد بیرون. این رهبر مانیفست بشه، تجلی پیدا کنه، بیاد بیرون و رهبرگونه عمل کنه. نه یه آدم بدبخت بیچاره خجالتی فقیر حقیر معتاد بیشه. نه. لذا من در درون وجود مقدس فرد شما عزیزان دلم بیش از 1300 نفر انسان تو این جلسه الهی لیدرها و رهبران بزرگی را میبینم که در بند وجودت چه بسا اسیر است و تو امشب باید نجاتش بدی. دلم میخواد از این در امشب 1300 لیدر بره بیرون. و بچه‌ها لیدرشپ و رهبری میدونید یک باور است، یک شخصیت است. حتی لزومی نداره تو مش آدم باشی رهبرشون کنی. رهبری تاج عزت و کرامتی است که خداوند بر سر یک انسان لایق میگذارد. مثل مدیریت نیست که پست بدن. ازا دلم میخواد همه شما احساس کنید که من یک رهبری هستم که خداوند امشب منو دعوت کرد به این ضیافت الهی و تاج عزت و کرامت بر سر من گذاشته و گفته ای رهبر زیبای زندگی، برو ببینم تو زندگی چه میکنی. ای رهبر زیبا که رهبری مسئولیت است، رهبری ابراز عشق است، رهبری کمک به انسان هاست، رهبری بزرگتر شدن است. خیلی با یک شورتکات، یک میانبر بسیار قشنگی است. من تخصصم تعلیم تربیت و تخصصم کیفیت زندگی انسان هاست. میدونم چی میگم. یک شورتکات. وقتی به بچه‌ت میگی که حسن رهبر، از اول بچه 4 5 ساله 6 7 ساله میذاره تو پارادایم رهبری و اون رهبر بهش نگاه میکنی، اونم یاد میگیره به اون رهبر به خودش نگاه کنه و بعد میگه حسن رهبر، حسن عاشق، حسن محسن، حسن مؤمن. ببین چیکار میکنه. در حالی که اگه حسن تنبل، حسن بی‌عرضه، حسن شلخته، اونو بذاره توی پارادایم تحقیر، پارادایم بدبختی، پارادایم یه آدم کوچولو، جن میزنه به زندگیش تا آخر عمر. پس تفاوت بین انسان ها تفاوت در پارادایم هاست. ولی اولی کسی لازم است این پارادایم در او تغییر پیدا کند و یک شیفت خیلی اتفاقی بیفتد، تویی که امشب باید خود در پارادایم رهبری ببینی. من تو را رهبر می‌بینم، این رهبرانی که نشسته ای. به من بگو که چگونه احساس زعامت می‌کنی، چگونه احساس رسالت می‌کنی، چگونه احساس بزرگی می‌کنی و تو در زندگی چه رسالتی داری. برای که اولین چیزی که رهبر باید بهش فکر کنی که من در دنیا و در آینده‌ام چه رسالتی در زندگی دارم. با که اگر به این سوال جواب بدی محشره. برای که رسالت با آدم تذکر میده، هی بعد جد بگیری بتون رسالت قشنگ انجام بدی، بعد ترین بشی، بعد آموزش بدی، بعد به انسان‌ها حرف بزنی، بعد قشنگ خودت پرزنت کنی. باید وجودت الگو باشی برای دیگران که اونها هم تو رو فالو کنن، اونها هم تو رو نگاه کنن، اونها هم به تو تبعیت کنن، اونها هم به تو تأسیس کنن. آره. بنابراین لطفاً محکم‌تر رو این صندلی‌ها بنشین و از آنی که بالا ایستادند محکم‌تر احساس اقتدار کنن که تو یک رهبری هستی که خداوند امشب در 7 دی ماه سال 1093 یک تاج عزت و کرامتی بر سر تو گذاشته است و گفته است تو فقط 3 ماه وقت داری که رهبر شگفت‌انگیزی بشوی. به عبارت دیگر سوالم از شما اینه، بچه‌م کی میتونه جواب بده؟ آیا به نظر شما رهبران زاده میشوند یا ساخته میشوند؟ اشتباهه. برای که رهبر زاده میشوند ولی باید ساخته شوند. هی کجایی؟ منظور خداوند از خلقت هر بشری و هر انسانی خدایی بوده است که نامش یک رهبر است. برای همین گیر کرده تو وجود. میدونی این یک درخت تنومندی که در دل یک ذره هسته‌ای و یک هسته گیر کرده است. باید بذارش رو زمین و خاک و مراقبت ها تا به درخت تنومندی تبدیل بشود و به جهان هستی حاصل بدهد، سیب بدهد، پرتقال بدهد، انار بدهد. همون ذره، همون سیده، همون هسته، همون بذره. در دل هر بذری درخت تنومندی زندانی است. آری رهبران
هم رهبر زاده میشوند که این خاص خدا بوده است، ولی کافی نیست، باید رهبران ساخته شوند. به عبارت دیگر ما یک بحثی داریم به نام روح رهبری و روحیه رهبری. آنچه را که انسانی به دنیا می آید روح رهبری زاده شده است، ولی آنچه را که از خودش می سازد روحیه رهبری است، باور رهبری است، شخصیت رهبری است، نگاه رهبری است، ویژن رهبری است، عشق رهبری است، آینده رهبری است، کمک به انسان‌ها در راه رهبر است. آری رهبران هم زاده می شوند، هم بایستی ساخته شوند. این دنیا قشنگ توست. دارم مسئولیت رو دوشت میذارم، چون تمام رهبری یعنی مسئولیت. احساس مسئولیت اول راجع خودت، بعدم راجع به، چون رهبری معنا دارد. الناس علی دین ملوکهم، حتی دین مردم هم دین توست. مگه میتونه کسایی که تو رو فالو میکنن و دنبال میکنن دست دارن یاد میگیرن، میدونی تو باید زعیم اونا باشی، تو باید الگو بر اونا باشی. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، انسان‌ها رو به غیر زبانتان بخوانید، باشید اون چیزی که میگی. یک لیدر، یک رهبر باید خودش باشه، خودش آموزش دیده باشه، خودش بلد باشه، خودش تجربه کرده باشه، خودش راه رو رفته باشد. میدونی؟ بنابراین ای رهبرانی که رسالتان و مسئولیتان این است که سال 94 رو بهترین سال زندگیتون تبدیل کنید، به من بگو تو این 3 ماه چگونه ساخته میشوی؟ چه برنامه‌ای برای خودت داری؟ آری مدیریت یک زندگی از مدیریت خود شروع می شود. یک زندگی شگفت‌انگیز را، بچه میشه این جمله را همه بلند بخونیم؟ یک زندگی شگفت‌انگیز را، یک انسان شگفت‌انگیز. 1 2 3. به خصوص وقتی انسان رهبره، لیدره. لذا با اذن خداوند و با اذن فرفرد شما، من تک تک شما رو با اذن خدا گذاشتم تو پارادایم رهبری. تموم شد. تو یک انسان الان رهبری. حالا تفکر رهبری یک زندگی با بینش و نگرش درست. میخوام ببینیم که چون میدونی، چون رهبری یه ظرفه و مهمه که مظروف توش چی باشه. میدونی توش چی باشه؟ این توش چی باشه رو میخوام امشب با هم بحث کنیم. اگه میخوای با چه یه روزی هم سفر بشی، باید زراز عاشقی میشه با خبر بشی، با آبی آسمان پرواز از سر بگی، روشونی ماه بشی، کبوتر سهر بشی، کبوتر سهر بشی. دشت خواب و خاطره عطر گلا رو حس کنیم، یه شاخه یه گل بچینیم، عاشق رنگ و زر بشیم، عاشق رنگ و زر بشیم. تو گلدون سپیدم یا سفیدی بکاریم، واسه روزای عاشقی از همه ساده تر بشیم، از همه ساده تر بشیم. مطمئن هستم که جریان امشب رو تا آخر عمرت هرگز فراموش نخواهی کرد. آفرین بر عزیزانی که با این اندیشهشون جلسه امشب رو تشکیل دادن. آوری برنامه‌ریزی 3 ماهه در سال 93. بنابراین 3 ماه وقت تا این هواپیمای وجود به عنوان کی توش خلبانش کیه؟ نه خلبانش کیه؟ خلبان هواپیما کیه؟ خلبانش یه رهبره، یه لیدره، یه آدم بزرگی که تویی. اینو دوستان توجهش داشته باشی. بنابراین ای رهبره یک زندگی شگفت‌انگیز، تا میخوای به سال 70 سالگی برسی و تخت سلطنت بنشینی و جلوس کنی، به من بگو که این مسیر 3 ماهه را چگونه میروی که قدرت پرواز پیدا کنی. میدونی چرا؟ گوش کنی.
همیشه آدما میتونن اردک باشن، میتونن عقاب باشن. چه فرقی است بین اردک ها و عقاب ها؟ عقاب ها اردک ها که بر خاک میلولند و منتظر این نفر در منقارشون دانه بگذارد، و یا عقاب ها که با دنیای از اقتدار با کره زمین میجنگند و از زمین میکنن، پرواز میکنن، با آسمان‌های قشنگ زندگی میروند، به جزایر زندگی سفر میکنن، به دنیای از دستاوردها در شکوه عظمت میرسن. چه فرقی است بین اردک‌ها و عقاب‌ها؟ قطعا همه دوست دارن عقاب بشن، ولی عقاب‌ها دو پیش نیاز، دو موضوع هستش که باید داشته باشن، دو تا ویژگی تا بتوانند موفق پرواز کنند به دستاوردها برسن. تو رو دارم میگم، دارم تشبیه میکنم تو رو. ای رهبر زیبایی زندگی، ای رهبر آینده، ای رهبری که فالوورهای تو، دنباله‌های تو، عزیزان تحت زعامت تو افتخار میکنن به تو، برای که تو رهبری هستی که فقط هم پیرو آدم تو خارج تو سری حال که تربیت نمیکنی که فقط فنت باشن، دوستدارت باشن، مجیدت بگن سلام علیکم. نه، تو رهبری هستی که میدانی رسالتت این است که فقط باید لیدر و رهبر تربیت کنی. چون خیلی فرق است آدمایی که دنباله رو تربیت میکنن، میدونی آدمایی که این باش سر کلاس مثلا معلمی که سر کلاس این باش پخمه تربیت میکنه، فقط به حرف معلم گوش کنن، ساکت بشینن و حرفش گوش کنن، سرسره نکنن. نه، یا اینکه 50 دانش آموز رهبر تربیت کنه سر کلاس. خیلی فرق میکنه. چون رهبران دو هستن، رهبرانی که پیرو تربیت میکنن، رهبرانی که میدونی رهبر تربیت میکنن. چون همیشه رهبری که پیرو تربیت میکنه از اون پیروان سوء استفاده میکنه، ولی رهبری که رهبر تربیت میکنه به اون عزیزانش خدمت میکنه، سرو میکنه، خدمت میکنه. خیلی جالبه. یعنی یک انسانی که همش میگه هاو کن ای سر، خدا چگونه میتونم خدمتی انجام بدم، خدا کنم چگونه، میدونی شوخی نیست. جوانهای کشورمون رو که میدونی میخوان وبال سیستم دولت بشن و نمیدونم توی اداره دولتی استخدام بشن، خب کاری هم براشون نیست و بالمعال میرن به خلاصه پژمرده و افسرده و معتاد و بدبخت میشن. خیلی جالبه که تو دستشون رو بگیری و نجاتشون بدی و تشویقشون کنی و اونها بگوی پیام خدا را که ای جوان، تو به گونه بهتر هم میتوانی زندگی کنی و او دنبال تو بیاید و تو رسالت رهبری داشته باشی و بتوانی حتی اون رهبری تربیت کنی که برود رهبر تربیت کند و او هم برود رهبر تربیت کند. آری رهبران این گونه خود را در فضای جامعه تکثیر میکنند. جالبه نه؟ تکثیر میکنند. آره، فقط خودت پولدار شی، میخوای دنیای انسان‌ها رو قشنگ کنی. بنابراین سال 94 این 3 ماه وقت داریم این هواپیما رو مرتب سرعت بگیریم و آموزش ببینیم و یاد بگیریم، به خاطر که عقاب‌ها 2 ویژگی باید داشته باشن تا بتونن پرواز کنن. اولین ویژگی عقاب‌ها این است که شوق پرواز دارن. شوق پرواز، انگیزه پرواز، برای که پرواز سخته، پول درآوردن سخته، فروختن سخته، ولی مهم نیست. میدونی در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، تو دیگه غم نمیخوری. من چنین رهبری را میخوام که به شوق فردای قشنگش امروز خوب زندگی کنه، ولی هنوز هیچ کاری نکرده، ولی هنوز یه مشتری هم نداره، ولی هنوز یه دونه فروش نکرده. مهم نیست. جمله مهمه، به شوق عشق فردای قشنگت میخوام امروز خیلی خوب زندگی کنی، برای که زندگی زیبا و شگفت انگیز تو از همین امروز شروع شده است و امروز برای تو یک تولد دوباره است. مطمئن باش. اما آیا شوق پرواز برای عقاب کافیه؟ نه. میدونی درسته خیلی خوبه با کره زمین میجنگه، بر جاذبه حالا بلند میشه، اما کجا بره؟ چیکار بکنه در طوفان ها، بحران ها، بادها، بوران ها، موانع؟ میدونی چیکار بکنه تو این جهان هستی، تو این آسمان های زندگی پر از خطر است، پر از چالش است؟ چیکار کنه؟ آری عقاب باید علاوه بر شوق پرواز باید مهارت پرواز یاد بگیره و تمام زندگی در دنیا یک مش مهارت است. مهارت پول درآوردن، مهارت معاشقه کردن، مهارت ازدواج کردن، مهارت معامله کردن، مهارت مذاکره کردن، همش مهارت است. لذا دلم میخواد تو این 3 ماه قشنگ آماده بشی. اگرچه رهبران هم دانشجویان مادام العمرند و تا آخر عمر مرتب فقط سال 93 و 94 همه عمر یاد میگیرن و هم استادان مادام عمری هستن که مرتب یاد میگیرن. دارم دونه دونه رسالت‌ها دارم بهت میگم. امیدوارم بعدا ان شاءالله کلاس لیدرشپ و رهبری ان شاءالله برای شما اجرا بکنیم که ببینید که چه داستانی داره وقتی انسانی رهبر میشود و خداوند به خاطر لیاقت‌های این انسان، تو رو میگم، تاج عزت و کرامت رهبری رو بر سرش میگذارد. چه احساسی، چه باوری، چه عزت نفسی، چه اعتماد به نفسی. میگم شورتکات بی‌نظیره. بخوای خود بکش اعتماد به نفست، برو بلا پارادایم عوض کن. نمیتوانی احساس قدرت اقتدار نکنی، چون از کوزه همان برون تراوت که در اوست. آنجا که در پست رهبری، در جایگاه رهبری، در پارادایم رهبری، در مدل رهبری قرار گرفتی، نمیتوانی مثل اردک‌ها فکر کنی، نمیتوانی به چندرغاس‌ها فکر کنی، نمیتوانی عاشق انسان‌ها نباشی، زیرا
میتوان مردم را دوست داشت ولی رهبر نبود، ولی بدون عشق مردم نمیتوان رهبری کرد. قانون رهبری این است. برای همین اصلا یه پارادایم تعریف کردم برای تو که اصلا خودم بریدم. بچه‌ها خودم بریدم که خدایا وقتی خود را انسان خودش در پارادایم رهبری قرار میدهد چه میکند؟ من بریدم. الهی که همه شما ببرید. بنابراین از همین امروز بیایید و به باشگاه ثروتمندان تکنولوژی فکر بپیوندید. برنامه دارم براتون. حالا بعد بگم چی. حالا یه چیز دیگه که ازتون میخوام، قرار شد به حرفم گوش کنید دیگه، نه؟ قرار شد من به عنوان واقعا مثل اون کتاب ناطق، مثل اون معلم یا پدری که عاشقانه دوست داره، به حرفم گوش کن. خدای رزاق رو شاهد میگیرم، تضمین میکنم که زیباترین سال زندگی سال 94 بسازی. مگر اهمال کنی، مگر نیای، مگر باور نکنی، اگر در مسیر باشه بیا و به حرفای این برادر گوش کنی، این اتفاق در دنیای تو میفته. این قانون خداست، باید بیفته، راه جز این نداری. میدونی چی میخوام به شما بگم؟ حالا چیزی که ازت میخوام اینه، بچه‌ها در شبانه روز چند ساعت خداوند به شما زمان داده؟ 24 ساعت. دوست داری خدا از شما از فردا صبح 1 ساعت بیشتر از خدا عمر مفید عالی بگیری که من بهش میگم گلدن تایم یا یک گلدن تایم یا یک ساعت طلایی. یک زمان 1 ساعته رو میخوام از خدا هر روز بیشتر بگیریم که تو این 1 ساعت کارهای استراتژیک انجام بدیم. لطفاً با من بیا جلو، کار دارم باهات. صبح چه ساعتی بلند میشی؟ شما معمولا برای نماز 1 ساعتی بلند میشید. خب نمیدونم، حالا هر ساعتی بلند میشی، لطفاً از فردا صبح در ضمن گوش کنید. لطفاً بهتون بگم که میدونم تو همه شما میدونید، اگه از که اون بالا هستید عاشقانه دارید گوش میکنید، داستان جلسه الهی امروز ما فقط شنیدن یک سخنرانی نیست. اصلا سخنرانی نیست، اجرا یک سیستمه. اینجا کارگاه انسانسازی است که در این کارگاه ما یک لیدر به اذن خداوند امشب میسازیم، به اذن خداوند و به اذن خودت میسازی، من فقط راهنمایی میکنم. خب و این که این لیدر و این انسان متعهد است که قشنگترین آموزش ها رو ببیند و سال 94 رو برای خودش شگفت انگیزترین سال زندگیش بکنه. این کامیتمنت و تعهد توست، قولی که خودت به خودت و به خدا و کائنات خدا میدی. خب بنابراین باید براش کار کنید تا این اتفاق بیفته. الکی اتفاق نمیفته. یعنی به نظر شما صرف خوندن اون کتاب خونده باشن کافیه؟ نه. یکی از دانشمندان بزرگ امریکایی میگه it is not enough to know. مهمه، گوش کنید. میگه it is not enough to know. One must become, one must change. کافی نیست که این مباحث الهی رو امشب فقط بدانی، بلکه تو باید تغییر کنی. تو باید بشی یه چیز دیگه، بشی آدم دیگه تا بتونی یه زندگی دیگه رو خلق کنی. برای که همیشه یک زندگی بهتر را یک انسان بهتر خلق می‌کند، یک زندگی بهترتر را یک انسان بهترتر خلق می‌کند، یک زندگی بهترتر را یک انسان بهترتر خلق می‌کند. همش اینه. کاری که می‌کنی اینه، وقتی از زودتر بلند میشی، خب اولا با چه احساسی بلند میشه؟ حالا برات میگم. اون انسانی که حالا برای خودش، حالا فقط هم این نیست، حالا بذار برم جلوتر بهت میگم، هر لحظه که خودت چه خواب باز میکنی، خودت این دنیا میبینی، واو، انسانی که این هدفاش، این برنامه‌اش، این ویژنش، این میشنش، این رسالتش، این آیندهش، وای خدایا، اون آدم بلند میشه. ولی اولین کاری که میکنی باید خودت بسازی، هم جسمت هم روانت. بنابراین 20 دقیقه قشنگ نرمش میکنی تو اتاق خودت، تو حیات خودت، نمیدونم میتونی هوا خوب بره بیرون، نمیدونم، بعد 20 دقیقه این سیستم باید نفس بکشه. این آدم باید آماده باشه برای خلق یک زندگی شگفت انگیز در یک روز. عقل سالم و فکر سالم در یک بدن سالمه، در یک، میدونی، یعنی یک انسانی که 20 دقیقه ورزش میکنه، نرمش میکنه. جالبه که کی نرمش میکنه 20 دقیقه بچه‌ها؟ یک رهبر. باریکلا، خیلی جالبه، فرق میکنه با نرمش‌های آدمای دیگه. هر حرکتی انجام میدی میگی من رهبرم، من مسئولم، من عشق عاشقم، من میلیاردرم، من ثروتمندم. نمیدونی چه فرامینی به زمین ناخدا قائل میدی وقتی که رهبری نرمش میکنه. من بریدم از این پارادایم رهبری بچه‌ها، بریدم. وقتی پیش خودم میگم ای کاش که تمام 16 سال فقط رهبری درس میدادم. چون من کلاس امروز در تهران دارم به نام نخبگان تکنولوژی فکر، 16 جلسه 3 ساعته رهبری درس میدم. نمیدونید چیه
نمیدونی بچه‌ها بریدن چه احساسی دارن. هر وقت کلاس رو میشه کیا میان تو این سیستم میگیرن میشینن، کیا گوش میکنن، کیا میبلعن هر چی میگم، کیا ویژن عالی بر خودشون درست میکنن، کیا چه تصمیماتی همون روز هر روز در کلاس میگیرن. برای که کلاس رهبران است، کلاس آینده سازان است، کلاس ثروتمندان است، کلاس کارآفرینان است. نمیدونی که چقدر این پارادایم قشنگه. بچه‌ها هر آدمی که میخواد میاد جسمت سلام میکنه بذارش تو پارادایم رهبری، ببین فردا چجوری به سلام میکنه. نمیدونی چقدر قشنگه، بی‌نظیره. بنابراین در 20 دقیقه اول آماده. در 20 دقیقه دوم چیکار کنی؟ پای بدن داره میلرزه. بگم در 20 دقیقه دوم وقتی قشنگ نفس عمیق کشی و نشستی یک مراقبه میکنی و به رسالتت در این دنیا فکر میکنی. 20 دقیقه به رسالتت فکر میکنی که خدایا من چه کارم تو این دنیا، چه رسالتی دارم، چه اهدافی دارم، چه آینده‌ای دارم، چه برنامه‌ای دارم. و از همه اینها مهمتر در پایان این 20 دقیقه بگو خدایا پس من امروز باید در راستای این رسالتم چه کنم و با چنین احساسی روز قشنگت را شروع میکنی و بلافاصله وقتی که به این رسالتت، به اهدافت، به آرمانهات، به ویژنت، به تمام اینها یکصد هر روز باید فکر کنی و حتی مرتب میتونی همون 20 دقیقه مجددا تمام اهداف استراتژیک زندگی تو بشین بنویس. هر روز دوباره بنویس. هر روز. و در 20 دقیقه سوم یاد بگیر که چگونه، یعنی مطالعه کن، کتاب، نمیدونم CD، نمیدونم 20 دقیقه حداقل 20 دقیقه بشین فقط مطالعه کن که خدایا چگونه میتوانم ثروتمند بشم. رهبران ثروتمند، کارآفرینان ثروتمند، نتورکرهای ثروتمند در دنیا چه کردن؟ بشین 20 دقیقه فوکوس کن فقط یه موضوع، اونم هر روز یه موضوع. هر روز میخوام ظرف این 3 ماه متخصص ثروت آفرینی بشی، متخصص نتورک حلال بشی، متخصص اشورزیدن به انسان ها بشی، متخصص آفرینن یک زندگی شگفت انگیز بشی. ولی کیا باید این کارا رو بکنی؟ هر روز. زیرا که every day matters، هر روز مهمه. میخوام یاد بگیری زیرا که اگر تعهد میکنی به خودت که سال 94 شگفت انگیزترین سال زندگی تو باشد، باید بدانی که یک سال شگفت انگیز را 365 روز شگفت انگیز ایجاد میکند. مگه نه؟ پس باید تمرین کنی که every day matters، هر روز مهمه. اگر یک روز در سال 94 غفلت کنی، اون کارهایی که باید بکنی نکنی، اون ارتباطات، اون مطالعات، اون برنامه‌ها، اون پول درآوردن ها، اون پرزنتیشن ها، هر روز که اهمال بورزی، یک 365 یک سال زیبا رو از دست داده ای. برای همین میگم که قول بده به خودت، قول بده به خانوادت، قول بده به خدا که میخوای چیکار کنی در سال 94 و برای اینکه قشنگ بتونی آماده باشی برای این پرواز شگفت انگیز. این 3 ماه رو بعد با سرعت فزاینده‌ای هر روز این 3 ماه را 90 روز هر روز باید این اسکیجولی و این برنامه زندگی تو باشد. درود بر شما. حالا شما تصور کن تو رو خدا گوش کن، آدمی که مثلا امروز صبح تا ظهر مثلا تو کی بودی؟ حالا اومدی تو این جلسه، چگونه پرده آورت میره کنار، چگونه با هنرمندی آشنا میشی، چگونه تعهد میکنی، چگونه پارادایم ظرف 3 ساعت تغییر میکنی، میشه یک رهبر، یک لیدر با دنیا و از مسئولیت ها، ویژن ها، برنامه ها. میدونی به قول معروف باید بری بهتره کنی. شوخی نداریم بچه‌ها. we have only one life to live. یه دونه عمر بیشتر نداریم. لذا مقدار زیادش گذشت، برای من زیادش گذشت، برای شما کمش گذشته الحمدلله. و مقداری مونده. آنچه را که مونده باید یک اصلی است در تکنولوژی فکر به نام sense of urgency. باید همیشه احساس کنی که خیلی وقت نداری. لذا بعد سر خرمن ندیم، الکی امروز فردا نکنیم، امروز فردا نداریم. هر روز every day matters، هر روز مهمه. بنابراین این برنامه زندگی تو از فردا و خلاصه بیایید و به باشگاه سرخیزان ثروتمند ملحق شوید. دوست دارم این پارادایم به خودت بدی، بگی من جزء باشگاه سرخیزان ثروتمندم. اما یه چیزی به شما بگم، نمیدونم چند درصد از شما این بر 1 ساعت صلاحی رو از خدا میگیرید از فردا، ولی طور خدایی به شما بگم بچه‌ها، یک بحث بسیار عالی، لطفاً لیدرها و رهبرها و همه شما گوش کنید، مهمه.
بچه‌ها هیچ میدونید که تا یک تصمیم جدید یک زندگی جدید میسازه؟ قبول دارید؟ ولی غلطه. منم سالا همین حرفو میذارم ولی الان بهتر یاد گرفتم. برای که این میدونید، برای که میگن تا تصمیمی اتخاذ نشود تغییری در زندگی رخ نمیدهد. بله ظاهرا حرف درستی است، لازمه ولی کافی نیست، زیرا که این تصمیم نیست که فرداهای تو را متحول میکند و به گونه دیگر میسازد، بلکه این مدیریت تصمیم شما فردا صبح که همین کار رو انجام میده. تصمیم شرط لازمه ولی کافی نیست، مدیریت تصمیم، کاری که فردا میکنی مهمه. لذا آنچه را که الان بهت میگم، امشب تصمیم میگیری که 1 ساعت طلاقی رو از خدا هر روز بگیری، خیلی مهمه. انگاری که آدم 25 ساعت به جای 24 ساعت از خدا داره میگیره، خیلی جالب. اونم به همچین ساعتی ورزش میکنی، آماده میکنی، به رسالتت فکر میکنی، شارژ میکنی. خود یک رهبر شارژ شده، بعد یک رهبر باسوادی که راجع به خلق ثروت و هر چی که نیاز داری فوکوس کرده، هر روزی مبحثی داره، کتاب مطالعه از اول به تموم میکنه، کتاب دیگه تموم میکنه، سی دی دیگه تموم میکنه، یه موضوع، نه که از این شاخه به اون شاخه بپره، هر روز یه موضوع فوکوس میکنه، دانشمند اون موضوع میشه. فقط به عنوان یک لیدر و رهبر چگونه میتونی قشنگ راجع به مباحث علمی صحبت بکنی؟ چون بلدی، چون یاد گرفته‌ای، چون 1 ساعت طلایی خدا به تو این فرجه و فرصت رو داد که از خودت یک دانشمند الهی بزرگ، یک رهبر باسواد بسازی، نه فقط در پارادایم رهبری قرار بگیری و هیچ غلطی نکنی. میدونی چی میخوام بگم؟ نه، رهبری رسالت، رهبری لیاقت، رهبری عشق، ابراز عشق، رهبری هدایت انسان هاست. حالا یه خبر خیلی خوب برات دارم. بچه‌ها شما میدونید که همین الان تو ایران ما، اولا من وقتی از میلیونر صحبت میکنم منظورم میلیونر به دلاره، چون من دلاری ام اصولا، آموزشام هم اون طرف بوده. میخوام بگم 1 میلیون مگه چیه؟ منظورم میلیاردر شدن. خب اگر میگم میلیونر خود ساخته، منظورم میلیاردر خود ساخته. اینو فعلا داشته باش. میخوام یه چیزی ازت بپرسم، نه همه شما توجه دارید؟ آیا همه شما توجه دارید که همین الان تو ایران ما از بین تقریبا همین 80 میلیون جمعیت، آیا قبول دارید تو این 80 میلیون جمعیت ما یه مش جوانانی هستن مثلا همسن و سال شما، ولی الان فعلا آه در بساط ندارن، ولی تو این 7 سال آینده اونا کارایی میکنن، ارتباطاتی برقرار میکنن، درسایی میکنن، به شبکه‌های عالی متصل و ملحق میشن، نمیدونم که خلاصه 8 سال دیگه 1 میلیاردرند، در حالی که الان حتی روحشون هم ممکن خبر نداشته باشه. نه میخوام، میتونی تصور کنی الان یه مش آدم تو ایران هستن، جوونا سن و سالای مختلف، فعلا هیچی ندارن، ولی 7 سال دیگه اگه اینو ملاقات کنی ببینیش، میبینی که 1 میلیاردر به تمام معناست، از هیچ هم به همینا رسیده، از صفر به همینا رسیده. این قانون دنیای انسان هاست. یعنی همه انسان ها که میلیاردر و ثروتمند شدن چه بسا از صفر شروع کردن و قبلا کسی نبودن، حتی باورش هم نمیشد که همچین امکاناتی بدون داشته باشه. میدونی مثل منه که مثلا یه کارمند ما 7000 تومانی بودم، باورم نمیشد یه روزی بهترین اتومبیل رو از کمپانی بی ام دبلیو آلمان خودم سفارش بدم برام بسازن، برم بذار بگم به باری کلا به شما که اینقدر ماهید، نمیخوام چیزی برای خودت بگیشم، اما میخوام بگم که نمیدونن کارمندی که نمیتونست برای زنش چادر مشکی بخره، میدونی سفارش میده کمپانی بی ام دبلیو آلمان، تمام آپشن‌های مختلف، فرم‌های مختلف، رنگ تو دوزی، داخل بیرون، همه چی فول آپشنال رو سفارش میده، براش سفارشی به این نام، از روز اول شاسی همه چی به این نام میسازن و براش میفرستن ابوظبی و بعد براش تقدیمش میکنن و بعد میریم میاریم. میخوام بگم که تو نمیدانی که ما تو چه دنیایی زندگی میکنیم. آیا من وقتی کارمند بودم، وقتی یه آدم اینجوری بودم، وقتی یک اردک بودم، آیا حتی ممکن بود فکر کنم یه زمانی من همچین اتومبیل کشتی شگفت انگیز زیر پامه، بزرگ، با تمام امکاناتم، به گونه که همسرم فرزندانم میذارم توش، همون فاطمه که پشت موتور سوارش میکردم، میدونی من بخوام تصمیم نمیگیرم امروز در زیباتون اتومبیل. شما بگم تو رو خدا میتونستم، اصلا کسی منم میگم برو بابا ما رو گرفتی ها، باور نمیکردم چه اتفاقی رو، ولی میخوام بگم که معجزه ها را فقط پیامبران خلق نمیکنن، معجزه ها را انسان ها خلق میکنن و شما تک تک یک معجزه‌گری، کما که من به اذن خداوند در زندگی معجزه ها خلق کردم. میدونی چی میخوام بگم؟ اما حالا گوش کن میخوام بهت بگم که این داستان یک واقعیته که حتی در جمع شما قبول داری که چه اتفاقی میخواد بیفته. گوش کن، خبر خوب،
می‌دونی بذار این بخونم. اگر شما در جایگاه مالی که می‌خواهید نیستید، بدانید که در 7 سال آینده میلیونرهای خود ساخته یا میلیاردرهای خود ساخته قدم به دنیای ثروتمندان ایران می‌گذارند که قبلا ثروتمند نبودند. قبول داری؟ بقیه‌اش گوش کن. همان جوانانی که آنقدر مثل شما آنقدر تشنه و خلاق هستند که برای مسائل مادی خود به سمینارها می‌روند، کتاب‌ها می‌خوانند، سیدی‌ها گوش می‌کنند تا به قوانین پولسازی را یاد بگیرند و به ثروتمندان حلال خوبی تبدیل بشوند. حالا خبر خوب برات دارم. با اون خبر این است که پاره‌ای از این جوانان امروز در سمینار ما نشستند و چه خوب گوش می‌کنند. لذا مهم نیست که از کجا آمدی. ای رهبر زیبای زنده، ای لیدر توانمند، ای انسانی که سفره ها پهن میکنی و انسان‌ها دیگر رو میدونی به دنیا از زیبایی ها میآوری. تو تا 7 سال دیگه 1 میلیاردر به تمام معنای مطمئن باش. لذا ملاکای تو الان ملاکای الان نیست. به پول الانت نگاه نکن، به جیب الانت نگاه نکن، به پارادایم الانت نگاه نکن. تو یک رهبری هستی که فقط در سال 94 میخوای بهتره کنی، میخوای شگفت انگیز عمل کنی. وای با حال 7 سال دیگه، 7 سال دیگه بی‌نظیر عمل میکنی. حتی ممکنه 7 سال دیگه بگی من دیگه اصلا لزوم نداره کار کنم. به قول امریکایی میخوام بازنشسته بشم، میدونی؟ دیگه نمیخوام کار کنم، انقدر دورم شد، حالا میخوام برم دنیا رو بگردم حال کنم. البته همچین اتفاقی تو آدما نمیفته. با آدما هی دوست دارن هی بیشتر رشد کنن، نمیشه به عظمت برسن. ولی میخوام بگم چه احساس قشنگیه تا احساس کنه که اینقدر دلم میخواد این احساسات منتقل بشه. امشب یه چیزی که میخوام برات بگم اینه. من پیروز در تهران یک کلاس داشتم به نام رازهای میلیونرهای خود ساخته که اینا چیکار میکنن اینجا میشه. چیکار میکنن؟ میخوام بهت بگم که دلم میخواد یک معیاری برات تعریف کنم. یک معیاری میخوام برات تعریف کنم که این همه تو گوش کنه. خیلی مهمه. اینقدر مهمه که با اینکه دلم شور میزنه بقیه مطالب رو بگم ولی نمیتونم یه نگم ببرم. یک معیاری میخوام بهت بگم که معیار یک شغل خوب، چون شغل کانال رزق خداوند است. کانالی است که از اون طرف پول در بیاری. بعضی از آدما به یک شغل آب باریکه فقط مثل شیلنگ فقط بسنده میکنه که اصلا قابل گسترش نیست. چند درقاز آخر ما. بعضی از آدما مثل شما عرض واسه خدا رو پر از فرصت ها میدونن و شغلی انتخاب میکنن که قابل توسعه و گسترش و دیولپمنت و بیشتر درآوردن و بیشتر رشد کردن و بیشتر بازه رسیدن باشه. جالبه. خیلی از کارمندا در امریکا، در دنیا، در همه جا وقتی فارغ التحصیل میشن از دبستان، دانشگاه فلان، دنبال یه جابن، دنبال یک شغلن. جاب رو اینجوری اسپل میشه JOB. خیلی جالبه. اخیراً تو امریکا از یه دانشمندان شنیدم که کلمه جاب، میدونی بچه جاب یعنی چی؟ جاب مثلا خیلی مثلا منتهی آرزوی آمریکایی اینه که مثلا اگه از دانشگاه فارغ التحصیل شد یک جاب بگیره، مثلا ما یه مقدار بهش بدن بتون تا آخر عمر زندگی کنه. بعد میگفتش که جاب JOB مخففه The Journey of Broke. مخفف این جمله است که جاب یعنی جرنی، سفر، یک مسافرت 30 ساله، سفری به سوی تنگ دستی. Journey of Broke. Journey of Broke. آنچه را که متاسفانه آنچه را که رویای تمام آمریکا یا اروپا یا دنیا بعضی از ایرانی‌ها هست که بالاخره حالا از دانشگاه اومده بیرون یه میز بهش بدن یک شغل بگیره، بدبخت نمیداند که قرار است که در یک سفری شرکت کند که در طول تمام این سفر و خصوص در 70 سالگی بروک، برشکسته، فقیر، بدبخت. اون رویای اونه تازه بدبخت، این رویاشه، میگن دریم جاب. میدونی شغل رویای من این شغلی که دیگه بیکار نباشم، بدونم که آخر ما چیزی دارم. و من خیلی دلم برای آدم میسته که دنبال یک جابن، دنبال یک آب باریکن. ولی شما چی؟ برای حالا جالبه، ای کاش که اقلا از این جاب لذت میبردن، ولی زجر برن اکثرا. اول وقت میشه میگه من بدبخت بعدم تو اداره لعنتی، تو این شرکت لعنتی، تو کمپانی لعنتی، این برام میذارن پدرش در میاد، جیگرش داغون میشه، افسرده میشه، غمگین میشه، 1000 بیماری میگیره. او چند غزالم که میگه خرج دکترا خوشبخت بکن. این زندگی تو رو خدا.
حالا میخوام یه چیزی برای شما تعریف کنم. خوشا به سعادت اون انسانی که اولا شغلی برای خودش انتخاب کند که میدونی به عنوان کانال رزق خداوند قابل گسترش توسعه باشه، هرچی بیشتر تلاش کنه بیشتر در بیاره. و تازه چی میخوام بدیم معیار بدم با اونی که بچه‌ها آمریکایی میگن do what you love what you do. کار انتخاب کن، شغل انتخاب کن که تو رو خدا اول دوستش داشته باشی. اگه توی اداره جای کار میکنی که رقتبار از غم انگیز از اذیت میشی، داری زخم معده میگیری، تو رو خدا بیا بیرون، انگار که خونه‌ت آتیش گرفته، بیا بیرون. خونه‌ت آتیش گرفته، خونه زندگیت، بیا بیرون. نترس، رزق روزی خدا دست اون رئیس تو نیست، دست خداست. بیا بیرون، چه بسا کار بهتری، شغل بهتری، نتورک عالی‌تری، تو رو خدا بیا بیرون. در تن نده به این مذلتی که یک عمر با بدبختی زندگی کنی و بعد در سن 70 سالگی بمیری. از شدت خجالت زن و بچه و عروس دومات بده. و تازه من چیزی میخوام بهش اضافه کنم، میگم خوش به سعادت اون انسانی که کاری که میکند عاشقشه و دوست داره و اون کار رو با کسانی میکند که دوستشان دارد. حالا میخوام به چیز دیگه بگم جالبتره. امروز خیلی روز شگفت انگیز در دنیای تو. پرده میره کنار، تو میفهمی که چه دنیاییه، چه روزگاریه، چه قانونمندیه، من کیم، چه کاری، چه شغلی. آره قانون دیگر این است که اگر تو کاری که میکنی دوستش داری و آن کار را با کسانی میکنی که دوستشان داری، تو کار نمیکنی، تو تفریح میکنی. آیا به نظر شما من کار میکنم؟ من عاشق کارم هستم و این کار رو با انسان‌های انجام میدم، در محضر انسان‌های انجام میدم که دوستشان دارم. من کار نمیکنم، من فقط دارم هر روز تفریح میکنم. بنابراین دیر و زود اصلا معنا نداره. هفته ببینم 9 صبح تا 5 صبح بنده، بعد از 8 صبح تا 5 بنده، معنا ندارد. 9 to 5 به قول امریکایی‌ها. میدونی چون بگن 5 صبح اومدی سر کار، خب میگه خب چی زوده؟ چی زوده؟ زوده یعنی چی؟ تو 12 شب داری کار میکنی، داری زنگ میزنی، پرزنت میکنی، حرف میزنی، دیر یعنی چی؟ اصلا زود و دیر یعنی چی؟ مثلا اگه تو با عزیز دلت داری 5 صبح 12 شب معاشقه میکنی، زود و دیره؟ برو ببین بابا، نمیذاری من چه کارم چه احساسی از کارم دارم. چه روز خوبیه امروز، چه بی اندازه خوشحالم، چه روز خوبیه امروز، چه بی اندازه خوشحالم، مثل پروانه بی فصلم، چقدر شاد و سبک بالم. چه روز خوبیه امروز، امید و عشق رو میبینم، به تقدیری که در پیشه، به این آینده خوش بینم، به این آینده خوش بینم. تنم دلگرم آفتابه، تو اوج خواب بیدارم، برای زندگی کردم عجب انگیز و میدارم. شروع صبح خوشبختی، شروع تازه دنیاست، چقدر ماهی تو تقویمه، ببین دریا همین جاست، ببین دریا همین جاست. چه روز خوبیه امروز، چه بی اندازه خوشحالم، مثل پروانه بی فصلم، چقدر شاد و سبک بالم. ریشه ها زندن تن بارون سلامت کرد، ایبان وقت پشماندم به وقت ساعت قلبم، تو
زندگی زیبا، خدا رو شکر بودن تن سالم تو مشت ما، تن سالم تو مشت ما.